وقتی یک زن حجاب پوش را دیدیم که کاری زشت میکند، فوراً حجاب او را یادآور میشویم و همه زنان حجاب پوش را تنقید میکنیم. میگوییم زنان حجاب پوش همه اش چنین و چنان هستند. به من بگویید که حجاب چه گناه دارد وقتی آن را یک زن فاحشه و بد اخلاق بپوشد؟ یا یک مرد ریشداری را ببینیم که کاری زشتی انجام میدهد، فوراً ریش او را یادآور میشویم. میگوییم که ریشدارها چنین و چنان هستند. حتی میگوییم که ملاها چنین و چنان هستند. حالا آن که ریش داشتن علامت صلاح و نیکوکاری نیست. هر ریشداری نمیتواند ملا باشد و از دین آگاهی داشته باشد. پس اینجا ریش چه گناه دارد وقتی آن را یک مرد فاسق و بد اخلاقی بگذارد؟ خدای نخواسته اگر کسی که حج رفته است و یک خطا و گناهی از او سر زند، فوراً حج کردنش را یادآور میشویم و میگوییم که باز به طور خود حاجی است. حاجی ها فلان و علان گفته تنقیدش میکنیم. پناه به خداوند از این گونه به انصافی.